الا شاداب ساحل ها، به قدر آبهای جاری می باید رسید امروز که روز خشک خواهد شد. الا زیبای محفل ها، به قدر هر چراغی دوره می باید رسید امروز که روز از شمال حادثه خاموش خواهد شد. الا رهجوی منزل ها، به قدر رهکشای اولین باید رسید امروز که فردای شما هم یک زمان دوش خواهد شد. شما امروز اگر از طالع و بخت و نصیب خویشتن مستید، در آغوش بهشت دلبران گلبدن مستید، ز عطر گیسوان و کاکلان پرشکن مستید، زمان ذوقتان از کار دنیا پیر خواهد شد. زمان نوبت بزم محبت دیر خواهد شد. الا بی عقل و بی غم ها که فرق صورت و سیرت نمی دانید، به قدر نازهای یار می باید رسید امروز، به قدر لحظه دیدار می باید رسید امروز، به قدر ساق سیمین و به قدر چهره پیچین، به قدر یار گل رخسار می باید رسید امروز که روز پیر و نامرغوب و پر آشرنگ خواهد شد. بهار جلوه‌اش پژمرده و بیرنگ خواهد شد. وفای آن نهالی که نشسته با نگار خوش، دمی از عاشقی دارد نقد روزگار خوش. نمی دانید روز شاخهای آن شما را چوبی پا میگور خواهد شد. الا ای صاحبان وقت خویش دریابید، شما حالا جوان و کامران و شادمان و زنده اید آخر. چه روزی بر مزار سرد میخوابید، اجل بر شما فرصت نخواهد داد که هر نادیده را بینید، گل ناچیده را چینید و یک دم در غم گم کرده های خویشتن گیرید و یک دم آنچه را نگرفته بودید از جهان گیرید. شما ای صاحبان وقت بشتابید.